درود بیننده گرامی، برنامه مجراست امدان منظورتان از تلویزیون دوشنبه. تاریخ برای هر ملت فرزندانی را هدیه کرده که یک زاده عصر می باشد و دیگر زاده هزار ساله. در عرصه تاریخ مادر تاجیک فرزندانی را زاده و تربیت کرده است که آنها نه تنها برای ملت خود بلکه برای رشد جامعه بشری سهم گذاری کردند. سینا و رومی، بیرونی و الفارابی و ده‌های دیگر را میتوان نامبر کرد که در هر سمت تکان بخشیدند. در دامن این ملت قهرمان‌های هم کمال یافته و نظام دولتداری و دولتسازی و حفظ حقوق بشر را اساس گذاشتند. بیننده گرامی، در برنامه نوبتی تصمیم گرفتیم دایر به شخصیت و تاریخ دولتداری اولین امپری تمدن آریایی کوروش کبیر و اعلامیه حقوق بشری او که مسئله بزرگداشت او در سطح یونسکو در پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یکی از نکته‌های محوری به حساب می‌رفت صحبت داشته باشیم با عبدالولی عبدالرحمن‌زاده دیرکتور نشریات جمهوریوی عرفان. شما رو به استودیو تلویزیونی دوشنبه خوش آمدید میگویم. تشکر زیاد. نخست میخواستم پرسیده باشم که در زمان برخورد تمدن جهانی معرفی فراگیرتر چهره‌های ادبی، علمی، تاریخی و سیاسی ملت تاجیک تا کجا ناگزیر است؟ اصلا سوال خیلی به مورد است و چون اگر ما به تاریخ نظام دولتداری ملیمون نظر افکنیم در رابطه با معرفی شخصیت‌های بزرگمون در عرصه بین المللی تمام پتانسیل علمی، تاریخی و سیاسی برای این ملت موجود است و پس از اونه که جمهوری تاجیکستان استقلالیت به دست آورد و از جانب خلق شریف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچون یک رهبر عاقل و دانا و هوشمند انتخاب شدند و ببینید که در روزهای اول صاحب استقلالی کشور محترم امامعلی رحمان همیشه روی به معارف، فرهنگ و علم آوردن و در این ردیف بزرگداشت یک قطار عالمان و دانشمندان، متفکران، سیاستمداران و عموما نخبگان این ملت را هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور راه اندازی نمودند و همین بود که راه ملت تاجیک و مردم تاجیک را بار اول در تاریخ دولتداری ملی ما به سازمان‌های بین المللی کشودند و ببینید چقدر آثار فرهنگی ما به سازمان فرهنگی یونسکو برده شد و در این ردیف معرفی شخصیت‌های بزرگی ما هم در سطح جهانی نشانه اون است که ما می‌توانیم علم، دانش، مدنیت، معرفت و فرهنگ بالای تمدن آفر مردم تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی کنیم و خودی سال 2024 هستم باید بیان کنم که در سال 2024 چونه که ما و شما آگاهی کامل داریم توسط شبکه‌های اجتماعی بزرگداشت یکی از فرزندان فرزانه ملت تاجیک اون نفری که در تاجیکستان متولد شده است و گذشته های او از این ملت بودند خودی مولانا جلال الدین محمد بلخی در قرارگاه یونسکو در شهر پاریژ در خیلی هم سطح بلند برگزار گردید و از زیاده از 32 دولت دنیا در آنجا عالمان، دانشمندان، سیاستمداران، ادبیات شناسان با معروضه های علمی در رابطه به شخصیت مولانا جلال الدین رومی و اون آثاری که این ابرمرد راه اندیشه و خرد آفریده است نظریه ها و فکرهای علمی خود در اونجا بیان کردند و بار دیگر اثبات شد که مولانا جلال الدین محمد بلخی فرزند تاجیک است و در این ردیف ببینید که بزرگداشت ابوعلی ابن سینا و گذشته از این در داخل خود کشورمان در روزهای اولی صاحب استقلالی کشور بزرگداشت حکیم فردوسی توسی برگزار گردید بزرگداشت ابوعلی ابن سینا مولانا جلال الدین محمد بلخی امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت و مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی و در این ردیف آثار اونها نشر شد و مؤسسه های نشریوی ما در این سمت پیشگام بودند و آنها بزرگترین آثار را از تالیفات این ابرمردان راه اندیشه و خرد با نظریه های علمی در اساس تحقیقات های علمی برای جامعه پیشنهاد نمودند و گذشته از این امروز طبق دستور رهبریت عالی کشور بزرگترین آثار با زبان های بین المللی
ترجمه می شود و به دیگر دولت ها فرستاده می شود. به کدام خاطر؟ به اون خاطره که ملت تاجیک، مردم تاجیک را در عرصه بین المللی بشناسند. ما بتوانیم که ملت خود را در عرصه بین المللی شناخته باشیم و اون بزرگانی که از دامن پاک مادران تاجیک به دنیا آمدند و نه تنها برای علم تاجیک، برای علم دنیا خدمت نمودند. ما در جامعه بین المللی توسط علم وارد شدیم و امروز هم در انستیتوت های علمی دنیا از آثار ابوعلی ابن سینا، فرزند فرزانه ملت تاجیک و ده ها نفر نخبگان این ملت، آنها تحقیقات های علمی میگذرانند و این باعث افتخار و سرفرازی ما است. و در یکی از برآمدهای خویش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ذکر کردند که هر چیز زودتر و هر چیز زیادتر به خاطر آبروی این ملت، فرزندانی که در عرصه بین المللی علیه آنها شناخته شدند، آثار آنها با زبانهای بین المللی نشر و پهن کرده شوند. و فکر میکنم که این برای یک نوع ایمیجی جمهوری تاجیکستان را بلند برداشتن خدمت شایان میکند. دایر به شخصیت و نظام اداره کنی کوروش کبیر نظری خود را ابراز می داشتید. اصلا در تاریخ هر ملت در رابطه با فرزندان فرزانه، عاقل و دانا، هوشمند و اون نفرانی که در نظام اداره کنی دولتی و نظام بین المللی سهمگذار هستند، همیشه آنها اعتراف می شوند و اسم ایشان در تاریخ هر یک ملت با خطهای زرین ثبت کرده می شود. و کوروش کبیر برای ملت تاجیک، برای و عموما اقوام آریایی نژاد از زمره چنین افراد محسوب می شود و اون نفری بود که در دنیا یکی از اولین ایمپریاها را اساس گذاشت. و اگر ما به صفحه های علمی تاریخی نظر افکنیم، تمام عالمان و دانشمندان، زیایان و مخصوصا عالمان یونانی قدیم در رابطه با شخصیت کوروش کبیر، نظام اداره کنی دولتی و نظام سیاسی او نظریه های خود را واقع بینانه بیان نمودند و آنها بیان می‌دارند که کوروش کبیر یکی از افراد محسوب می شود که اولین ایمپریا و مقتدرترین ایمپریا را در دنیا اساس گذاشته است و این واقعیتی تاریخی است، واقعیتی است که اون را تحریف کرده نمی شود. و خود هرودوت میگوید که کوروش کبیر یکی از راهبران فوق العاده در تاریخ بشریت شناخته می شود، با دانش و ذکاوت و نظام اداره کنی و نظام سیاسی که داشت یک شخص فوق العاده بود. ایمپریا رو که کوروش کبیر تأسیس داد خیلی هم ایمپریای بزرگ بود، ایمپریای مقتدر بود و در 3 قطعه عالم پهن شده بود: قطعه آسیا، اروپا و افریقا. و امروز اگر ما به نظام اداره کنی کوروش کبیر نظر افکنیم، خیلی هم شباهت به نظام اداره کنی و تقدیر دولتداری کوروش کبیر به تقدیر دولتداری نوین و مستقل تاجیکان خیلی شباهتی کامل دارد. و تا هجوم اسکندر مکدونی باید ذکر کنم که مؤرخان، عالمان، دانشمندان و زیایان بر این نظر هستند که مقتدرترین ایمپریا به اسم کوروش کبیر رقم زده می شد. در دولتی که کوروش کبیر تأسیس داده است 50 خلقیت و 70 زبان فعالیت میکردند. 50 خلقیت و 70 زبان که این خیلی هم از مقتدر بودن و اقتدارمند بودن خود همین شاه شهادت میدهد. و حتی نظامی گنجوی کوروش را شاهنشاه میگوید، شاهنشاهی تکرار نشونده. و او از یک راهبری یک ولایت به رهبری 2 قطعه خیلی هم بزرگ، 2 دولت انیقترش خیلی هم بزرگ رسیده توانست. و سال 553 تا میلاد وقتی که او به دولت پارت هجوم کرد و با استیک خیلی مبارزه ها برد و بعضی از مورخین بیان میکنند که 2 مراتبه که استیک میخواست کوروش رو از بین ببرد، در 2 مراتبه هم او ناکام شد و بالاخره سال 558 بعضی مورخین بیان میکنند که او توانست که دولت پارت را شکست بدهد و شاهیگری 2 دولت را در اختیار و در تابعیت کامل خود قرار داد و به اسم خود شاهنشاهی را رقم زده توانست. و انسان دوستی و گومانیزم
کوروش کبیر خیلی هم بزرگ بوده است و ببینید که او یکی از اولین افرادی هست که نظام دولتداری دموکراتی رو برای نسل بشری پیشنهاد کرد و هر جا که او هجوم میکرد و میخواست که دولت ها رو یا که محل ها رو قطعه ها رو به تابعیت خود بدرارد، اولین کاری که میکرد او از دیپلماتی بلند رهبری استفاده میکرد و همیشه او پیش از هجوم کردن اول مکتوب ارسال میکرد و میخواست که همون قوم یا که ملت در تابعیت او باشند و بعدا وقتی که هجوم میکرد هیچگاه قتل عام نکرد از کوروش کبیر. یعنی هجوم عادلانه و عاقلانه که پیش که آگاه میکرد پس او هجوم میکرد و هر هجومی که کوروش کبیر انجام داده است در صفحه های تاریخی واقع بینانه تحلیل شده است و ببینید که وقتی که او هجوم میکرد دولت را در تابعیت خود قرار میداد، رهبری همون دولت را رهبری همون منطقه اعلان میداشت و وقتی که بابل را او در تابعیت خود درآورد و سبب بابل را در تابعیت خود درآوردن همین بود که شاه بابل انسانها را، یعنی انسانهایی که در اون دولت زندگی میکردن فعالیت میکردن به غلامی میگرفت و هر نفری را که او در تابعیت خود داشت به عوض فعالیت کردن کار کردن دستمزد نمیداد. وقتی که بابل را فتح کرد او اعلامیه را نوشت. اعلامیه در بابل نوشته شده است و همیشه شاهانی که بعدی کوروش کبیر آمدن از نظام اداره کنی دولتی و نظام سیاسی او همیشه خوش استقبال کردند و او اساسگذار دولت هخامنشی‌ها است که بعداً دارا آمد، همون دارای بزرگ و این دولت مقتدرتر شد. و باید ذکر کنم که گواردیایی را که کوروش کبیر اساس گذاشت او در ریم، در هندوستان بعداً به اروپای امروزه تاثیر خود را رسانید و امروز همون گواردیای بزرگی که در دنیا فعالیت میکند طبق گواردیای تأسیس نموده کوروش کبیر امروز هم عمل کرده است. یعنی سرچشمه از کوروش کبیر است. بله. و این یک نوع دولتی بود که قسما اگر به شاهنامه حکیم فردوسی نظر افکنیم که این از دولت هخامنشیان فردوسی یاد میکند و او را همچون یک دولت آرمانی فعالیت کوروش کبیر، زندگی را در دولت کوروش کبیر چون مقام انسان خیلی بلند بوده است. گومانیزمی این شاهنشاه در درجه اعلا در زینه کلمیناسیونی قرار گرفته است و به همین خاطر حکیم فردوسی و دیگر ابرمردان راه اندیشه و خرد، شاعران و نویسندگان بزرگ ما همیشه از نظام اداره کنی او تعریف کردند، توصیف کردند و به دیگر شاهان همچون نمونه این آثار را پیشنهاد میکنند که از نظام اداره کنی او بر اعلا استفاده کنند. چون که معلوم است کوروش کبیر از زمره شاهنشاهان است که نظیر او را تاریخ یاد ندارد، زیرا او توانست در زمان سلطنت خود امپریا سازد، نظام دولتداری را اساس گذارد و مهمتر از همه برابر حقوقی را در حدود امپریای خود جاری سازد. می توانید بگویید که اعلامیه حقوق بشر در سطح بین المللی چه ارزش تاریخی دارد؟ سال 2024 در پیام نوبتی خویش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به این مسئله دقت جدی روانه نمودند و ذکر داشتند که 5550 سالگی اعلامیه کوروش کبیر در یونسکو باید تجلیل کرده شود و به وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجه دستور فرمودند تا حجت‌های لازمی را در رابطه با بزرگداشت این ابرمرد عرصه بین المللی سیاست به حکومت جمهوری تاجیکستان ارسال کنند و ما می توانستیم که این اعلامیه را، جشن این اعلامیه را در داخل کشور تجلیل کنیم و چی ضرورت پیش آمده است که ما در عرصه بین المللی مخصوصا در یونسکو باید این اعلامیه را تجلیل کنیم. و در اینجا سوال به وجود می آید و ببینید که اصلا خود یونسکو این سازمان بین المللی و فرهنگی و علمی است که در دنیا اعتراف گردیده است و تمام مغزهای متفکر
دقت خود را بر اونجا روانه میکنند و هر دولت، هر ملت میخواهد که ارزش‌های ملی خود، منفعت‌های ملی و منافع فرهنگی خود را در عرصه بین المللی معرفی کند و وقتی که معرفی می شود عالمان، دانشمندان، سیاستمداران بر اونجا همیشه تمرکز میکنند که چی پیشنهاد شده است از جانب کدام دولت و این به کدام منفعت ها و به کدام خاطر پیشنهاد شده است. و وقتی که این به اون سازمان بین المللی پیشنهاد کرده می شود در رابطه با نفوذ جمهوری تاجیکستان می افزاید در عرصه بین المللی. و سوال دیگر در اینجا شاید بینندگان ما و شما چنین سوالگزاری ها هم شود که چی ضرورت بود که 2550 سال پیش اعلامیه‌ای که کوروش کبیر تألیف کرده است و برای جامعه بین المللی پیشنهاد کرد ما باید امروز هم از او پیروی کنیم، چون این یک سند تاریخی است و وقتی که ما اعلامیه را میخونیم و در اونجا ذکر می شود که و خودی خواننده به این نتیجه میرسد که او نه تنها سند تاریخی است، سند حقوقی تاریخی است، بلکه او سند امروزی است، سندی است که برای نسل بشری امروز هم خدمت میکند. و این اعلامیه‌ای که کوروش کبیر وقتی که بابل را فتح کرد و اون غلامان را، اسیران را آزاد کرد و در این راستا او را تألیف کرده سال 539 تا میلاد. و امروز اگر از دریچه حقوق، سیاست، نظام اداره کنی دولتی و بالاتر از همه از دریچه نظام انسانی اگر نظر افکنیم، این سند امروزی است. سند است که ما فکر میکنیم که امروز نوشته شده است، برای نسل امروزیان نوشته شده است. در ماده یکی از همین سند تاریخی گفته شده است که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند، آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. ببینید که در یک جمله دو مفهوم بزرگ حقوقی امروز اگر به کنستیتوسیون بزرگترین دولت ها نظر افکنیم یا که اعلامیه‌ای که امروز در دنیا هست او هم در رابطه با این تألیف شده است. در اینجا در همین یک جمله دو مفهوم بسیار حقوقی بلند استفاده شده است. یکی این آزادی است، آزادی، و دیگر برابری که امروز سازمان‌های بین المللی برای آزادی و برابری انسان چقدر سندها نوشته می شود، کنسپسی‌ها و برنامه‌های سطح جهانی، گروه‌های کاری در راستای این فعالیت میکنند، کار میکنند، آزادی و برابری انسان. و هنوز این فرزند آریایی تبار 2550 سال پیش این سخن را گفته بود که این هر یک انسان حقوق به زندگی برابر دارد. و در اینجا پاسخ چنین است که آیا این سند تاریخی است یا اینکه امروزی؟ البته این سند امروزی است، به درد تمام ملت و تمام جامعه بین المللی برخورد میکند و جای دیگر بیان میکند که همه دارای عقل و وجدان میباشند، همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به همدیگر مثل برادر رفتار کنند. ببینید گومانیسم، انسان دوستی در این سند تاریخی در کلمیناسیا قرار گرفته است و انسان در محور این سند تاریخی است. و جای دیگر بیان میکند که هیچ کس را نمیتوان در بردگی نگه داشت، هیچ کس را نمیتوان در بردگی نگه داشت و داد و گرفتی بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. ببینید داد و گرفتی بردگان به کدام شکلی که نباشد این ممنوع است، این غیر اخلاق انسانی است. و میگوید که انسان ها به همدیگر حلیم و مهربان باشند و مثل برادر زندگی کنند. و جای دیگر میگوید که هر کس حقوق دارد که او در مقابل قانون شناخته شود. یعنی حقوق وظیفه او شناخت انسان است و حفظ ارزش های انسان را حقوق کفیل است. و اون بعضی از قسمت های از زمین سند تاریخی بود که برای بینندگان ما به شکل خیلی هم فشرده پیشنهاد کردیم و اون چیزی که بیان داشتند که هیچ کس را نمیتوان در بردگی نگه داشت.
و خرید و فروش انسان. امروز می‌بینیم که برنامه‌های سطحی بین‌المللی در سازمان ملل متحد قبول می‌شوند. بله، خرید و فروش انسان ها هنوز 2550 سال پیش کوروش کبیر این مسئله را، مسئله مبرم را به میان گذاشته بود. پیشوای ملت محترم عمری رحمان وقتی که ما استقلالیت به دست آوردیم و برای اونه که ما با جامعه بین المللی باید اثبات میکردیم که آیا ما استقلالیت به دست آوردیم چون ما پیشتر نظام اداره کنی و نظام دولتداری های ملی خود را داشتیم یا اینکه نداشتیم. و در همین راستا آثار خود را تألیف کردند و به نوشتن کتابی از آریان تا سامانیان شروع کردند. و آنها بیان میکنند که ملت تاجیک، مردم تاجیک ابرمردان و نخبگان و شخصیت های دولت مرد داشتند که آنها تمدن بشری را اساس گذاشتند و از کوروش کبیر یاد میکنند. حتی در کتاب چهره های ماندگار در فصل اول در رابطه به همین شاهنشاه یک مقاله خیلی هم بزرگ دارند و ذکر میکنند که ما امروز از نظام اداره کنی دولتی و نظام سیاسی دولتداری فرزند آریایی تبار کوروش کبیر افتخار میکنیم و در دولتداری خود از او استفاده خواهیم کرد. یعنی امروزه دولتداری ما نیز ادامه عنعنوی دولتداری گذشتگان پر افتخار خود ما است. بله چنین است. و شباهتی در همین کتاب چهره های ماندگار ذکر بشود در فصل اول ذکر بشود که شباهتی دولت امروزه ما تقدیر دولت تاجیکان به تقدیر دولت کوروش کبیر خیلی هم توأم است. با اندیشه شما تجلیل و گرامی داشت و بزرگداشت فرزندان سرشناس ملت و نشر آثار آنها بر روحیه نسل نورس و جوان چه تأثیری رسانیده میتواند؟ چون ما در زمان عصر 21 عصر گفتگوی تمدن ها و برخورد تمدن ها محسوب می شود و در فضای اطلاعاتی علیه جنگ های فرهنگی شکل دیگر کسب کرده ایستادند و هر ملت قوم میخواهد فرهنگ خود را وسیع کند، حدود جغرافی فرهنگ خود گسترش بدهد و در این مرحله حساس تاریخی همان ملت میتواند کشتی خود را به سفینه مراد برساند که نسل هوشمند، نسل نورس و جوان او با دانش‌های ادبی، علمی، تاریخی و سیاسی مسلح باشند. و در کتاب ارزشمند خود رهبر دولت پیشوای ملت محترم عمری رحمان از آریان تا سامانیان ذکر میکند که امروز در دنیا بازار تحریف تاریخ به وجود آمده است و هر ملت، هر قوم میخواهد که خود را یکی از اساسگزاران تاریخ ثابت کنند که گذشتگان آنها اساسگزاران تاریخ هستند و این یک نوع بازار تحریفی تاریخ به وجود آمده است و این واقعیت امروزه جامعه است. و چرا ما تاریخ واقعی خود را در این مرحله حساس تاریخی برای جهانیان و مخصوصا برای نسل هوشمند خود معرفی نکنیم؟ چون این بازار علیه دلالها، خریدارها و فروشنده های مخصوص خود را پیدا نموده است علیه. و بالاتر ذکر کردیم که در روزهای اولی که جمهوری تاجیکستان استقلالیت به دست آورد، رهبر اولی کشور همیشه به روی به بزرگداشتی ابرمردان راه اندیشه و خرد این ملت آوردند. چون وقتی که نسل نورس و جوان ما به این آثار روی می آورد، هیچگاه او با دانش‌های ادبی، علمی، تاریخی و سیاسی مسلح که می شوند حتما و می توانند که در این مرحله جهانی شوی منفعت‌های ملی و منافع دولتی را حفظ کنند. چون آثار بزرگان ما را امروز جهانیان اعتراف کرده ایستادند و سال 2005 در امریکا که امروز بعضی از عالمان میگن که دولت عصر 22 است، اونها پیش رفتن، خیلی دولتی پیش رفته است. در امریکا کتاب مولانا جلال الدین بلخی کتاب سال اعلان شد از جهت اونه که زیاد خواننده و سرفروشترین کتاب مولانا جلال الدین محمدی بلخی فرزند فرزانه ملت تاجیک است و این یک نوع حسی افتخارانگیز است برای نسل نورسی ما و شما و ساختن یک قطار انشاءات های فرهنگی علمی باز هم تفکر ملی و خودشناسی نسل نورس و جوان را زیاد میکند و هرچی روی آوردن به این آثار و به نخبگان این ملت از قبیل
علامه باباجان غفورов من فکر میکنم که اگر نسل نورس و جوان ما روی به این آثار میارد، روی به بزرگان خود میارد، آنها خود را میشناسند. خودشناسی این خودآگاهی است. خودآگاهی حفظ منفعت های دولتی است. وقتی که منفعت های دولتی حفظ میشوند، ما میتوانیم که به نسل های آینده یک ملک آباد، آزاد و پیراسته را به جای گذاریم تا آنها از نظام دولتداری ما، از نظام ملی ما افتخار کرده توانند. ببینید در تمام رسته ها وقتی که ما میرویم، به کوچه های مرکزی میرویم و وقتی که به نزد کتابخانه ملی میرویم، میبینیم که در اونجا اساسگذار اولین دولتداری ملی ما یعنی اسماعیل سامانی قامت افروخته است و در نزد کتابخانه ملی عکس بزرگان ما، نیم پیکره بزرگان ما هستند و هر روز که از اینجا جوانان ما گذر میکنن همیشه با چشم خود چهره اونها را میبینند و این یک نوع حس خودآگاهی اونها را در ضمیرشون حتما که بلند میکند و نسل هوشمند یک ملت این افتخار ملی است. اینها حفظ کننده ارزش های دولتی و منفعت های ملی ما هستند و ببینید وقتی که ما جوانان خود با همین حس خودآگاهی و خودشناسی و دانش های ادبی و علمی مسلح میکنیم، الکی در جامعه بین المللی اسم تاجیکستان را هر نفری آنها، یکی توسط ورزش، دیگری توسط عقل و دانش، سومین توسط فرهنگ خود و چهارمین توسط انمون استعدادهای خود، هر کسی را مولانا میگه بهر کار ساختن و هر نفر اینها محصول زاده صاحب استقلالی کشور هستند، محصول اون تفکر و خرد ازلی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هستند که طول سالها برای ساختن یک تفکر واحد ملی کوشش کردند و این تفکر ملی علیه زمینه های بنیادی او کاشته شده است و در 30 سال صاحب استقلالی کشور ما و شما ببینید که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نظام اداره‌کنی دولتی را کامل کردند، مکمل کردند و در 30 سال ما برای ساختن یک جامعه متمدن کوشش نمودند و همکنون جمهوری تاجیکستان در راه رشد قرار دارد و وقتی که ما بر راه رشد قرار گرفتیم، پس برای ما دانش، اخلاق، ادب و فرهنگ بلندی بزرگانمان همکنون لازم است که ما تاجیکستان را در عرصه بین المللی با چهره نو، با نخبگان خودش شناسانیده باشیم. تشکر زیاد برای اشتراکتان در برنامه. بیننده های عزیز، دولتداری امروزه تاجیکان ادامه دولتداری عنعنوی گذشتگان پر افتخار تاجیک است که محور اساسی این دولتداری را وحدت و متحدی سرجمی ملت و زندگی شایسته ساکنان قلمرو تشکیل می‌دهد. یعنی ساکنان به آینده درخشان امید دارند و برای رسیدن به هدف‌هایی که به منفعت جامعه جهانی است تلاش‌های خسته‌ناپذیر دارند. باز هم یادآور میشم که در مهمانی ما حضور داشتند دیرکتور نشریات جمهوریوی عرفان عبدالولی عبدالرحمن زاده. خیر تا دیدار بعدی پیروز و سعادتمند باشید.